ساختن و آباد کردن ریشه در ذات انسان دارد. همان لحظه‌ای که پا به یک فروشگاه ابزار و لوازم ساختمانی می‌ذاریم، گویی که وارد یک دنیای بی انتها شده ایم. راهروهای این فروشگاه‌ها فقط مجموعه‌هایی از پیچ و مهره و یا رنگ نیستند. آنها دالان‌هایی به سوی تغییر و نو شدنند. وقتی در بخش روشنایی قدم میزنیم و لامپ‌ها و لوسترهای مدرن رو میبینیم، تنها به دنبال نور برای فضای خانه نیستیم. ما در جستجوی گرمای بصری و حس سرزندگی هستیم. نور نماد آگاهی و امید است. در کنار این ابزارها و نورها، بخش گل و گیاه روح این محیط است. گیاهان به ما یاد میدن که سازندگی فقط با آهن و سیمان اتفاق نمیافتد. اینها همگی در کنار هم موتور متحرک سازندگی هستند. هر ابزاری که بر می‌داریم، هر نهالی که می‌کاریم و هر نوری که می‌افروزیم بیانیه‌ای است از امید به آینده. و در این برنامه میریم که این ولاگو با هم دیگه تماشا بکنیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. خدمتتون عرض کنم که اینجا گلوبوس، باومارکت، مارتسان یا همون لیشتنبرگ هستش. بریم که ببینیم. درود دوباره بر دوستان همراهان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونجور که در ابتدای ویدیو گفتم، اینجا باومارکت هستش. همونجور که در تصویرم میبینید، یه مسیر کوتاهی رو خودم با قصد و نیت با پای پیاده اینجا طی کردم که این زاویه‌اش هم ببینید. دقیقاً این باومارکت روبروی، در این زاویه که من هستم، پشت سر من ایکیا هستش که ویدیو اونم حتما در روزهای آینده براتون آپلود میکنم که بتونید، برای کسانی که علاقمند هستن، بتونن این ولاگ ها رو ببینن و به حال اگه علاقه دارن استفاده بکنن و به دردشون بخوره. این هم که نمای بیرونیه، در تصویر میبینید نمای بیرونی باومارکت گلوبوس هستش. و همینجور پیاده من میرم تا به در ورودی برسم. بعد در سمت چپ این باومارکت هم یه فروشگاه مبلمان هستش که اسمش هوفنا هست. یه روزم میرم اونجا که در اونجا ولاگ تهیه بکنم، خدمتتون عرض کنم که بله، از خیابون اصلی اینجا هم که ترام یا همون اشتغاسنبان رد میشه که مسیر رو به اینجا خیلی راحت میکنه، دسترسی به اینجا رو خیلی راحت تر میکنه. بله، حالا این رنگی که هم که در نمای بیرون میبینید سبز رنگه، یه جورایی همخونی داره با سازندگی و گل و گیاه و بله تغییرات و نوسازی. بله، در ابتدا شروع میشه سمت راست رستوران، مثل همیشه برای کسایی که به هر حال دوست دارن که هم خرید بکنن و در کنار خرید هم در کنار خانواده یا دوستاشون غذا میل بکنن. اون رستوران اونجا تعبیه شده و کلن میریم یه چرخ هولوش نیم ساعته بزنیم توی این فروشگاه. چیزایی که واجب باشه و به نظرم جالب باشه توی ویدیو، در حین ویدیو یا بهش اشاره میکنم یا توضیح میدم، و یا نه خودتون به هر حال میبینید که در تصویرها میبینید که چی هست چی نیست، چی به فروش میره. در همون اول، در ابتدای ویدیو دیدید که رنگ بود، فکر کنم برای حالا کابینت، برای جایی که مثلا رنگش رفته، میتونه میز باشه، میتونه یه دکور باشه، حالا هر چی رنگ هست. در قسمت بعدش کانوا و بافتنی برای خانومایی که علاقه‌مندن به
بافتنی. بله. و اینجا هم لیوان و بشقاب یه بار مصرف و اینجور چیزا بود. و راهروها اینجا خیلی زیاد و پیش در پیچه. همینجور که من در حال گشت و گذار هستم، اون جایی که احساس میکنم که شاید جالب باشه میرم، و الا اگه میخواستم کل این راهروها رو از این ور برم از اون ور در بیام، دیگه بیشتر از 1 ساعت میشد و امکانش بود که از حوصلتون خارج بشه و دیگه کسی ویدیو رو نگاه نکنه. حالا نمیدونم چند نفرتون به بامارک اومدید، چند نفرتون میشناسید، ولی اینو میدونم که بامارک توی اکثر شهرهای آلمان هم وجود داره و همینطور که گفتم در اینجا انواع و اقسام وسایل پیدا میشه، نه فقط مثلا مسائل ساختمانی، بلکه وسایل برقی و تکنیکی و مثلا مته و پمپ آب و خیلی چیزای دیگه. خیلی چیزا پیدا میشه، حتی گل گیاه و تأسیساتی، ساختمونی، هر چیزی که مربوط باشه به ساختن و تعمیر کردن و نو کردن وسایل خونه، حالا چه در مورد لوله کشی باشه، در مورد آب باشه، برق باشه و حتی دکور باشه و خلاصه جالب دیگه. کسی اگه مثلا چیزی لازم داشته باشه در این جور مسائل که میخواد مثلا یه تغییراتی تو خونه بده، اینجا میتونه لوازماشو پیدا بکنه. همونجور که گفتم رنگ مثلا خیلی هستش، رنگ‌های متنوع هستش، میتونی اینجا رنگ‌ها رو واسه خود انتخاب بکنی، رنگ روغنی، رنگ پلاستیک و همینجور که در تصویر میبینید دیگه خودتون. آره، هر از گاهی من خودم هم میام اینجا، حداقل سالی 1 بار رو میام. به هر حال آدم نیاز داره دیگه، هیچی هم نیاز نداشته باشه آدم به یه پیچ و مهره و رول پلاک و یه چیزا نیاز داره. ولی جالبه کلا، واسه مردا که کلا جالبه فکر کنم ساختن و تعمیر کردن و یا این وسایلای جدید که در مورد تکنولوژی میاد، مثلا دلر و مته و کلا پمپای باد، پمپ آب و خیلی چیزای دیگه. هر چیزی، همون کار مثلا الکتریکی که لوستر باشه، لامپ دیواری باشه، لامپ سقفی باشه، حالا هر چی باشه، کلا دیدنش واسه من که جالبه. اگه میخوام یه روز وقتمو بگذارونم نمیدونم چیکار بکنم، ایده جالبیه که آدم شده تنها هم که شده باشه فقط بیاد یه دوری بزنه، چرخی بزنه و اینجوری هم وقتش هدر نرفته تو خونه، همین که با دنیای جدید، لوازمای جدید آشنا شده، چون به هر حال دیگه مربوط میشه به علم و تکنولوژی. چیزی که چند سال پیش بوده، اون لوازم برقی یا الکترونیکی، اون دیگه یواش یواش از رده خارج میشه و همش مدرن‌تر میشه، بروزتر میشه. جالبه که به هر حال آدم همیشه خودش هم بروز باشه. بله، الان رسیدیم به این قسمت فکر کنم شیرالات و سردوشی و بله، اگه این قسمت رو من داخل برم فکر کنم سمت چپم میشه، نه در این قسمتش
حمومای آماده هستش، بکنم 1x1، شاید هم کوچکتر، که اینا پیش ساخته هستن، حمومای پیش ساخته هستن و حالا کسی میخواد توی خونش به کار ببره یا میخواد توی یه ویلا داره اونجا به کار ببره، کاملا قابل نصبه. من که خودم تا حالا هم عادت نکردم به این حمومای کوچیک، ولی خب به هر حال مجبوریم که استفاده بکنیم دیگه. یادش بخیر که تو ایران بودیم حموما قشنگ بزرگ، لااقل فکر کنم 6 متر بود، 2 در 3 بود حموما. من اینجا همش کوچیک، 1x1 نهایت، که معمولا در اکثرشون هم یه وان حموم هم گذاشتن که دیگه اصلا جا نیست، فقط سریع دوش بگیری و بیای بیرون. یا میخوای مثلا به قول آلمانی‌ها چی میگم بادن، که از اون وان حموم استفاده بکنی و حالا 1 ساعت نیم ساعت داخلش دراز بکشی و تمام. حالا هر کی یه جوریه دیگه، بعضیا اونجوری میپسندن با وان حموم میپسندن، بعضیا هم که همون میگن فقط یه 5 دقیقه میخوایم دوش بگیریم، مهم نیست اصلا چقدر همون بزرگ باشه. کلا اینا به زندگی همین چی میگن متر مربعی ناچیز قانعن. و همینجور که صحبت میکنن یه خوردم غافل میشیم از این لوازماتی که از کنارش میگذریم، ولی خب شما یه گوشتون به من باشه، یه چشتونم به تصویر. شما خودتون ببینید، اگه چیزی مهمی باشه خودم در تصویر توضیح میدم. بله، دیگه براتون چی بگم خدمتتون عرض کنم که هر جایی که فکر میکنم جالبه میرم داخل و میام دوباره بیرون. اینجایی که الان اومدم فکر کنم توش از این بست و یراق و پایه و ایناست. خوبه، هر چیزی که آدم بخواد پیدا میشه، جالبه. اگه یه نفر واقعا قصد ساخت و سازی داره، یه تغییراتی در دکوراسیون منزل داره، چیزی نیست که اینجا پیدا نشه. حالا غیر از این که مثلا کسی بخواد چیزهای خیلی اساسی یا مثلا کار خیلی تخصصی باشه توسط خود شخص انجام نشه، حتی باید یه شخص کننده کار بیاره، اون دیگه قضیهش فرق میکنه. ولی برای سوراخ‌کاری و رنگ کردن و چیزی رو مثلا میخوای مونتاژ بکنی و اینجور چیزا عالیه. حالا هرچند که آدم بخواد الان آنلاین چیزی رو سفارش میدی میاد با همون پیچ و مهرش میاد، زیاد مهم نیست. ولی یه نفر مثلا میبینی اصلا چکش هم نداره تو خونه، انبردست نداره، به هر حال ابزارم لازمه، یا یه قابی میخره میخواد به دیوار نصب کنه، احتیاج به دلرکاری و سوراخ‌کاری داره، احتیاج داره به پیچ، به رول پراگ، به خود همون دلر. و اکثر خونه‌های اینجا هم که من مشکل داره با همین، چون که بتونن آدم مشکل داره با سوراخ کردنشون. ولی خودم من چند سالی هستش که یه دلر خریدم مخصوص بتونه، دیگه خیالم راحته، 3 سوت سوراخ میکنه و تمام. و اینجا لباس های کار، لباس ایمنی و ادوات ایمنی رو میبینید، حالا دستکش باشه یا کیف باشه، یعنی کیفی که
قابل حمل توش است و پیشگوشتی و اینجور چیزا میذارن. اون اشخاصی که برقی هن یا تکنیکارن. کفش ایمنی هم هست که میبینید چکمم مشاهده میکنید. بله، قدم بزنیم. اینا فکر کنم موتور برق بود. اینا هم که کمپرسور بود یا پمپ باد بود. بله، لوازمات معروف بوش آلمان رو میبینید. اهم از دلر، فرز و جعبه ابزارشون که داخلشون میتونه فرز باشه، دلر باشه و چیزهای دیگه. نمیدونم شما حستون چیه؟ وقتی آدم چیزی هم لازم نداره دوست داره نگاه بکنه. واسه ما مردا اینجوریه، ولی خانوما فکر کنم بیشتر دوست دارن جاهایی برن که توش لباس و مد روز و اینجور چیزا باشه. حتی خانوما اگه نخوان بخرنم دیگه سلیقه است دیگه. مردا دوست دارن دست به آچار باشن، همیشه یه کاری بکنن. دیدنش هم لذت بخشه یا مثل تسکین میمونه. من اگه خودم اینجور جا 2-3 ساعتم بچرخم خسته نمیشم. هر از گاهی یه آدم یه بشینه، یه نفسی بگیره، یه آبی بخوره، دوباره حرکت. ولی جالبه، مخصوصا اگه آدم 2 نفر باشه، 3 نفر باشه که با هم صحبت باشن، اطلاعات رد و بدل بشه، که خیلی هم بهتره. یه اون 2 نفر از تجربه هاشون میگن، از کارهایی که کردن، چی ساختن، چه خرابکاری هایی که کردن. بله، اینجایی هم که الان هستم قسمت ملات و سیمان و اینجور چیزاست و وسایل مورد نیازش. بله، از این قسمت احتمالا یه راهی پیدا میکنم به قسمت بیرونی یا فضای بازش. الان میریم با هم دیگه یه کوچولو باید راه بریم، ولی خیلی بزرگه. الان اینجا قسمت دومشه. یه قسمت اولش اونجایی بود که با هم دیدیم. این سالن بزرگم مخصوص فقط سیمان و گچ و ملات و اینجور چیزاست. عجیبه، خیلی بزرگه. و خدمتتون عرض کنم که دیگه حالا هر کسی هم میخواد مثلا یه دکوری هم اینجوری انجام بده توی باغ و باغچه‌اش، امکانات زیادی هستش. بله، از اینجا میریم بیرون یه نفسی بکشیم، هوای آزاد. همونجور که فکر کنم در ابتدای ویدیو گفتم، اینجا گل و گیاه هم هستش، هم داخل هست هم بیرون. حالا داخل میشه گیاهای آپارتمانی دیگه. و
میتونه جالب باشه، از گلدون و گلوگیای کوچیک گرفته تا بزرگ میتونی ببینی، لذت ببری، انتخاب بکنی، بخری، هر کاری که دوست داری بکنی. بله، با هم دیگه ذره چرخ بزنیم تو این دنیای زیبای گیاهان. گل و گیاه هم واقعا فکر کنم زن و مرد نداره، گل و گیاه هم به آدم آرامش میده. خیلی جالبه. نماد سرزندگی، سبزی، آرامش و زندگی. کلا گل و گیاه یعنی زندگی. با اون که در پاییز و زمستون خوش میشن و دیگه آدم فکر میکنه مردن، دوباره بهار میاد و زندگی به هم رقم میاد. بله، خوشحال میشم که تو کامنت ها بنویسید که کیا با مارک بودن و اگر بودید تجربتون چیه، چه کارهایی رو خودتون تو خونه انجام دادید و پسش بر اومدید. جالبه که بدونم آیا کسی اصلا تو همین شعبه‌ای که الان من هستم اومده میشناسه اینجا رو. و یه چیز دیگه هم خواستم بگم که از این باومارکت ها اسمای متنوعش، یعنی فقط این مارک نیست، یعنی کسایی هستن که مارکایی هستن که با اسمای دیگه هم دارن فعالیت میکنن. تو خود برلین مخصوصا، حالا تو که شهرهای دیگه رو باید جستجو بکنم، بزنم به گوگل ببینم چه فروشگاهایی هستش توی شهرهای دیگه. ولی خب چون من مختص تو برلین هستم، تومو میدونم، TOOM، مثلا اوبی اونم خیلی معروفه، OBI، و همین خب با مارکت. اونا هم باید سر فرصت بریم و میتونیم مثلا با هم دیگه مقایسه بکنیم، ببینیم چه وقت فرق میکنن، کدومشون بهتره. حتی بهتر که نمیشه زیاد گفت، تقریبا مثل همدیگه است. این فرمش، دکوراسیونشون، لوازمایی که اون داخل هستن رو میتونی پیدا بکنی. شاید مثلا قیمتا یه خورده بالا پایین باشه. بعد همونجور که گفتم قسمت گیاهان آپارتمانی هستش که در داخل خونه میشه نگه داشت خیلی راحت. بعد البته داخل خونه هم که باشه باید عاشقشون باشی و احتیاج به مراقبت داره. بله، اگه از اینجا هم یه خورده به حال همین ادوات کشاورزی کشاورزی که نمیشه گفت، باغبانیه، و مثل کود و بیل و بیلچه و از اینجور چیزا دیگه برای فروش هستش. و همچنین حالا شیلنگ برای آب پاشی، چمن، دستگاه چمن زنی و خیلی چیزای دیگه که آدم نیاز داره. من خودم این کارا نیستم، نمیشناسم، به خاطر همین فقط به چیزای به کلیگویی اقتضا میکنم. اینجا هم که تخم گیاهان هستش.
چون اینجا سالن به سالن شد، از یه جایی من رفتم توی اون سالن بغلی، میخواستم چیزای بیشتری بهتون نشون بدم، به خاطر همین دوباره برگشتم بعد از این قسمت گلگیا به این سالن قبلی یا همون سالن اولیه. خواستم که دیگه ویدیو کاملا تکمیل بشه، جایی نباشه که نشون نداده باشم براتون. اینجا هم یه چند تا راهرو داره، با هم دیگه میریم داخل و احساس میکنم که دیگه تا هلوشه 5-6 دقیقه دیگه ویدیو به پایان برسه. اینجا هم که بر وسایل سگ یا گربه، قلاده، وسایل بازی، اسباب بازی، عروسک، حالا اینا میگن پوپه آلبانیا. بله، حالا یه اسباب بازی خوک هم برداریم. بله دیگه نترس کنم که اون چیزی که خیلی جالبه، اینا واسه حشراتشون یا حالا زنبور و اینا لونه درست کردن، روش نوشته اینزکت هتل حشرات. و سمت چپ من غذای سگ و گربه است برای کسایی که حیوان خونگی دارن. و من خودم اگه تو شورت ویدیوهامو نگاه کرده باشید، خودم یه گربه دارم، میتونید شورت ویدیوها رو هم نگاه بکنید و اونجا هم لایک بکنید، خوشحال میشم. گربه من اون شکلیه، اونی که تو خونه است. بله، و میرسیم به لوازم و ادوات دوچرخه. اینجا معمولی داره، الکترو داره، یا همون ای بایک داره. قیمتاش بدک نیست، بکنم گرون ترینش که من دیدم 2500 یورو بود. ولی کسی که میخواد مثلا دوچرخه بخره، اگه دوست داره مدل‌های بیشتری رو ببینه، بهتره که بره راد هاوس دیگه. اونجا فروشگاه تخصصی دوچرخه است. توی برلینم فکر کنم 4-5 تا باشه. یه دونش که کارستوف، اونجا رو من رفتم و باید گوگل کنم ببینم دیگه کجا هست. ولی حتما یه روزم میرم راد هاوس، اونجا میتونیم با هم دیگه گشت و گذاری هم تو اون فروشگاه بزنیم اگه کسانی علاقه دارن به دوچرخه یا دوچرخه دارند، اصلا دوستان فقط یه ولاگی باشه که توش دوچرخه باشه ببینن. جالبه دوچرخه، فکر کنم دیگه اونم زن و مرد نداره، خیلی هستن که علاقه دارن به دوچرخه و دوست دارن که حداقل دوچرخه داشته باشن. حالا من خودم دوچرخه دارم و دوچرخه من ای بایک نیست، ولی با همونم لذت میبرم، مهم نیست. یه روز هم بخوام که با دوچرخم برم به سمت سر کارم و در مسیر فیلم برداری بکنم که ببینید چجوری دیگه کنم. حداقل باید نیم ساعت پا بزنم. امیدوارم که ویدیو خوبی در بیاد. حالا به وقتش تهیه میکنم، آپلود میکنم. درست. خب الان کجا هستیم؟ اینا رو میبینید؟ به اینا ما گفتیم کمپرسی. نمیدونم الان هم میگن کمپرسی. من یه جا کار میکردم تو ایران، بهشون گفتیم کمپرسی. بله، گاف صندوقه دیگه. یواش یواش یه راه خروجی پیدا بکنیم
برویم به سمت بیرون. تبر، اره و وسایل خراطی، کسایی که علاقه‌مند دارن بر روی چوب نقش بندازن یا برای کسایی که حتی مبلمانکارن که اهل طرح و نقشه هستن روی چوب. شغل جالبیه، خوشم میاد. و دیگه اینجا هم که داخل قفسه کردن این وسایل رو. چرا اینجوریه؟ چیز مهمی هم نبود. و خدمتتون عرض کنم که دیگه هم که ابزار با نام دیگه، معروف ترینشون همون بوش آلمان بود، آیگه، ماکیتا و الان دیگه حضور ذهن ندارم. بله اینجام که همون راهروی اصلیه که از اونجا وارد شدم. سمت چپ راست راهروهای بسیار زیادی داره که تقریبا همه رو با هم دیدیم. این یک سالن و یک سالن هم که گفتم سالن ملات بود، ماسه و ملات و سیمان بود. یه سالن هم که تو فضای آزاد بود، گل و گیاه بود، اونم با هم دیدیم. و دیگه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. یواش یواش برم من سمت خروج. اگه این ویدیو براتون جالب بود، اگه خوشتون اومد، لایک کنید، سابسکرایب کنید، به هم انرژی میدید. مواظب خودتون باشید. خیلی باحالید، دوستتون دارم. Achso, soll ich? Ja, schönen Tag noch, tschüss. بله موفق شدیم که از این در خارج بشیم. دفعه دیگه ویدیوی ایکیا رو براتون میذارم. مواظب خودتون باشید، دوستتون دارم. خداحافظ.